انتخابات امریکا این اصلا کاری داخلی هر یک کشور است. به سر قدرت کی می آید در امریکا البته با سیاست بین المللی تاثیر معین می رساند. اما ترامپ هم شخصیتی است که پیشگویی کردن رفتار و گفتار وی آسان نیست. به هر صورت برای ما اونقدر تفاوت نداره چون که ما کشوری مستقل هستیم، سیاستی مستقل خود را داریم و من اطمینان که دیپلماتی تاجیک در نوبسته از آن کی به سر قدرت در امریکا می آید خط اساسی پیشرفت سیاستی خارجی خود را ما دلپرانه با قدم‌های استوار جسورانه میگذاریم. Нет, не насчет женщин вообще разговора не может быть. Я, например, мое личное мнение, лучше Трамп. Да, ну как-то Джо Байден мне как-то не понравился. Его политика, все это неправильно. Америка пойдет вниз. Если останется Байден, Джо Байден. باوری دارم که خوب بشه. برای چی باوری؟ آخه بسیار وعده داد. جنگا را من میکنه بس میکنه. همه خیلی گفته بود. دیگه ش نمیکنه. ترامپ انسانی خوبه، پریکولنیه. اول همه وایش خنده و چیه که اکمام تماشا کردیم وایش دگیم. برای تاجیکستان یا برای جوانا دنیا خوبه بعد خیلی خوب بود اگیستون. سر اونا وای شیده بود که دوجا یا برام. خیلی خوب بود اگیست که با انتخاب کردیم. انسانی خوب بود که انتخاب کردیم که فکر من خود شما باید ترامپ باید میشه که اون سبب شما نکی نمیفهم که با کدوم سبب برآورده بود. برای تاجیکستان خوب است که ترامپ خیلی حاضر ما با همه مملکت ها دادگیری داریم مکان. هم خیلی از روسیه هم مودا شتات متحده آمریکا همش ما علاقه داریم باید دوستی کنیم یک دیگه خاطر. آخه با گفت من کی ترامپ خوبتره. چی خوبی داره؟ خوبیش هیچ نمیدونم که با فکرم خوبتر است. ترامپ دستی همه را میکشید یک محترم جناب اولی دستش رو کش بس پیش خودش کشیده یک نمیشه. بله همین چیزش هست.